بریم برای آموزش کانتورینگ صورت‌های لاغر. من برای اینکه کانتورینگ صورت‌های لاغر برای شما قابل درک‌تر باشه، صورتم رو به 2 بخش تقسیمش می‌کنم. یه سمت رو کانتور صورت‌های لاغر و کشیده رو بهتون آموزش میدم و برای سمت دیگه کانتور صورت‌های پهن رو نشون میدم که شما کانتور صورت‌های پهن و لاغر رو در کنار همدیگه داشته باشید، تفاوت‌هاشون رو ببینین که قابل درک‌تر باشه برای شما این آموزش. برای صورت‌های لاغر اول از همه قبل از اینکه من شروع کنم باید بگم که من کیس مناسبی برای کانتورینگ صورت کشیده و لاغر نیستم، به خاطر اینکه جام چهره من دایره‌ای هستش. پس شما دنبال یک نتیجه شگفت‌انگیز تو این قسمت از صورت من نباشید. اما اگر که تکنیک رو شما آموزش ببینید، باز هم مثل همیشه میتونید روی صورت خودتون این تکنیک رو اجرا کنید و به راحتی کانتورینگتون رو انجام بدین. پس مهم تکنیکی که شما آموزش ببینید. برای صورت‌های کشیده و لاغر این افراد دوست دارن که گونه داشته باشند و اون کشیدگی صورت رو کمترش کنن. برای کانتور گونه باید دقیقاً از بالاترین نقطه گوشتون کانتورتون رو بکشید به سمت پایین. ما می اومدیم برای صورت‌های پهن چیکار می‌کردیم؟ برای صورت‌های پهن می اومدیم دقیقاً از بالاترین نقطه گوش به سمت لب یه خط تیز و مستقیم رو می‌کشیدیم. برای صورت‌های کشیده و برای صورت‌های لاغر این خط باید به صورت گرد و دایره‌ای باشه و نباید به صورت یه خط تیز باشه، به خاطر اینکه ما برای این افراد می‌خوایم گونه بذاریم. استخوان گونه رو باید پیدا کنید و دقیقاً زیر استخوان گونه کانتورتون رو به صورت دایره‌ای شکل و با یه زاویه‌ای به سمت بالا باید بکشیدش. صورت‌های کشیده دوست دارن که صورتشون رو کوچیک‌تر کنن. پس کانتور پیشونی دقیقاً از وسط پیشونی شروع میشه. اگر پیشونی بلندی دارید این کانتور رو میتونید یه مقداری بیارید پایین‌تر، مجاز هستید که این کانتور رو بیارید پایین‌تر. ولی اگر پیشونی شما کوچیکه اصلا کانتورتون رو مجاز نیستین که بیارین پایین و به سمت ابرو، هم بالاها باید کانتورتون رو بکشید. ما باید با کانتور کردن دایره‌ای قسمت پیشونی بیایم صورتشون رو گردتر نشون بدیم. اما برای افرادی که صورت پهنی دارن کانتور پیشونی به این صورته که یه زاویه‌ای رو به صورتشون بده. افرادی که صورت پهنی دارن گفتیم که باید اینجاهاشون قبقب دارن، مثلا بوکالفتشون پر از چربیه و اینجاهاشون پره و میخوان اون رو زاویه دارتر و لاغرتر نشون بدن. پس یه خط مستقیم به سمت پایین میکشن و دقیقاً روی استخوان فکشون هم باید کانتور کنن. و گفتیم برای اینکه چونه‌شون رو تیزتر نشون بدن اینجاها میتونن بیان چونه گذاری کنن. اما افرادی که صورت‌های کشیده و لاغری دارن نیازی ندارن که این قسمت رو بیان کانتور کنن. میخوان یه زاویه فکی هم برای خودشون درست کنن، یه زاویه یه حالت این شکلی رو میتونن انجام بدن، یه مثلث تیز رو بیان اینجا درست کنن که هم صورتشون رو پهن‌تر نشون بده و هم یه زاویه فکی رو توی این ناحیه براشون به وجود بیاره. این میشه کانتورینگ برای صورت‌های لاغر و برای صورت‌های پهن. کسایی که صورت پهنی دارن رژگونه رو به حالت سی باید بزنن. اما کسایی که صورت لاغری دارن دقیقاً روی اپل چکشون یا اون سیب گونه‌شون باید یه دایره‌ای رو ایجاد کنن با رژگونه و اون رو اینجوری به سمت بالا فیدش کنن. این شد از تفاوت کانتور برای صورت‌های لاغر و صورت‌های پهن.